رضا نوروزی اگه ببینه علی عبدالله زاده رو از راه دور ضربه‌شو میزنه و توپش به بیرون. میلاد سلک بازی ساز و پدرو هنریک طالب ریکانی و جلال علی محمدی رو به جلو حرکت میکنن و یک لوزی رو تشکیل میدن تو زمان حمله. پور محمد عالی جا میذاره. شما تصاویر هوایی رو ملاحظه میکنید تماشاگران که در دو زل برده‌خوان نشسته فرصت برای صنعت نفت آبادان و آرمین سهرابیان بود که مانع شد دروازش باز بشه. ضربه کرنر برای نفت دقیقه 38 روی تیر اول. فرصت برای صنعت نفت. نوروزی اگر ببینه سمت چپ که ببینه میلاد جهانی رو. فرصت برای صنعت نفت. تو سر توپ میزنه علی عبدالله زاده پشت محوطه جری. بازیکن شوت زنی است رضا نوروزی. حالا ضربه‌شو میزنه تو برخورد میکنه به خلیل زاده. های صفی تیکه میفرسته اونور ما مراقب باشن. ضربوشن نفت آبادان. فرصت برای ریکانی. تکل عالی از پور محمد همچنان طالب ریکانی ضربه‌شو میزنه و به شکل خطرناک خط دفاعی 5 نفره نفت آبادان شکل میگیره. فاصله 10 یاردی. ضربه زده میشه و توپ به بیرون میره. سرلک مستقیم میزنه و خیلی عالی میگیره حسن حوری در 2 مرحله. حسن حوری اون ضربه اولی هم نگاه کنید سومین ضربهش بود که نمیذاره دروازه نفت آبادان باز بشه. علی ایریچی با اینکه رزه زد به صورت باز کنه. فرصت برای صنعت نفت آبادان و توی دروازه چه کسی با ضربه محمد شادکام دقیقه 54 خیلی قشنگ کار کردن انصافا. نگاه کنید اینجا بود میلاد جهانی با پای چپ فرستاد خیلی قشنگ زد. عالی دور میکنه. فرصت برای گل دوم صنعت نفت آبادان که قدر این توپ رو بدونه شادکام و بندازه برای میلاد جهانی. چه اشتباهی میکنه این شادکام. همه چیز مهیا بود برای زدن گل دوم توسط رضا نوروزی. پور محمد اگر ببینه میلاد جهانی رو همین کار رو انجام میده. فرصت برای گل دوم نفت آبادان. موقعیت میلاد جهانی ساخته پرداخته میکنه. موقعیت عالی برای حکیم نصاری. علی ایریچی با شماره 2 محرم به تو میزنه مستقیم و باز هم حسن حوری زودتر از کلیبالی. فرجی عبدالله زاده ممشلی بغلانی. فرصت برای سپاهان. موقعیت عالی برای رضا میرزایی. چه توپی رو در آوردین حسن حوری. فرصت برای صنعت نفت. زلیکانی داریزاده حرکت کرد باید بده اون ور دیگه. زلیکانی. فرصت برای صنعت نفت آبادان. موقعیت عالی برای نفت آبادان و محمود داریزاده.